6 چیز رزق و روزی انسان را کم میکنه. اولین انجام دادن گناهان هست. کسی که گناه میکنه رزق و روزیش کم میشه. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، رواه ابن ماجه. بنده به سبب انجام دادن گناهان، به سبب مرتکب شدن گناه محروم میگرد از رزق الله متعال. گناه را چیز عادی نگیریم، زندگی انسان بی برکت میکنه. والله متعال در سوره اعراف آیه 96 مهربانی میکنه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه ها ایمان و تقوا را انتخاب بکنن در زندگیشان برکت میآید. اگر در زندگی ما برکت نیست، رزق و روزی ما کم شده، متوجه اعمالمان باشیم. دومین نکته رزق و روزی انسان را کم میکنه دروغگویی هست و فریب در معامله هست. کسی که در معامله دروغ میگه، فریب میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه، حدیث را بخاری و مسلم میاره، میگه فین صدق و بین بورک لهما فی بیعهما. اگر تاجر در وقت فروختن جنس خود راست بگوید و عیب جنس خود را بیان بکنه، برکت داده میشه در بیعشان. و اگر کتم محقت برکت بیعهما، اگر کتمان بکنه، عیب جنس خود را کتمان بکنه، نگوید به مشتری و دروغ بگوید، برکت بیعشان از بین میره. دروغ هرچند سود ظاهری میاره به انسان، در ظاهر پول و دست میاری، اما برکت رزق را نابود میکنه. کوشش بکنین در معامله دروغ نگید. مهم نیست تاجر باشین، حتی در تدریس استاد هستی باید صادقانه تدریس بکنی. کارگر هستی بسی صدقانی کار میکنی، کار باید با اخلاص انجام بدی تا همون نان، همون پولی که تو میگیری برات حلال بشه. در همه معاملات باید ما راستگویی باشیم و عیب مال خود را باید بیان بکنیم. سیوم قطع صله رحم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که دوست داره، من احب ان یبسط له فی رزقه، کسی دوست داره در رزق و روزیش بساطت بیاید، زیادت بیاید، چی بکنه؟ فلیصل رحمه، با خویشاوندان خود وصل بکنه، با بچه عمه، با بچه خاله، با بچه کاکا، با خویشاوندان خود رابطتان خوب بسازید. این باعث زیادت رزق میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید. چهارم ناسپاسی از الله متعال، کفران نعمت، زوال نعمت، یعنی کفران نعمت مقدمه زوال نعمت هست. الله متعال میفرماید در سوره ابراهیم آیه 7 لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر سپاسگزاری بکنید من براتون زیاد میکنم، اگر کفران نعمت بکنید من نعمت ها را از شما میگیرم، من نابود میکنم نعمت ها را. پس ناسپاس نباشین در زندگی. ناسپاسی باعث میشود که رزق و روزیتان کم شود. پنجم ترک استغفار و توبه. عدم استغفار و توبه باعث کمی رزق میشه و توبه و استغفار باعث زیادت رزق میشه. الله متعال میفرماید در سوره نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. استغفار سبب زیادت رزق میشه. وقتی استغفار نگویی چی میشه؟ وقتی استغفار نگویی رزقت کم میشه. پس کوشش بکنید که استغفار در زندگیتون فراموش نکنید. و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از 70 بار حتی 100 بار در حدیث میاد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز استغفار میخواست. استغفر الله میگفت پیغمبرمون. استغفار تنها به خاطر از بین رفتن گناهان نیست بلکه به خاطر زیادت رزق هم ما میتونیم این استفاده بکنیم. ششمین چیزی که رزق و روزی انسان را کم میکنه ترک نماز هست. نماز نخواندن هست، یا مثلا 2 وقت نماز را خواندن 3 وقت نماز را ترک کردن هست. و اید الله متعال در قرآن کریم میگه وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. امر بکو اهلت را به نماز و استقامت به نماز داشته باش. چی میشه؟ نحن نرزقك، ما برات رزق میدیم. وقتی نماز بخونی الله برات رزق و روزی زیاد میکنه، وقتی نماز نخونی رزق و روزی از زندگی سلب میشه. توجیه این نکات باشین تا الله متعال در زندگیتان برکت را بیاوره.